به نام خدای مهربون، عرض سلام و ادب خدمت دانش آموزای عزیز دهم و کنکوری. میخوایم 3 تا تست خوشگل رو با انرژی حل کنیم. بچه تستا راجع به کمیت های اصلی فرعی نرده‌ای برداری مال سال 98 97 و 402. بریم تست 4 رو با هم ببینیم. در کدام یک از موارد زیر همه کمیت ها فرعی هستند؟ خب باید ببینیم تو کدوم گزینه اصلی داره اون گزینه رو رد کنیم، یا اگه میدونیم فرعی ها هر 3 تا فرعی اون گزینه رو انتخاب کنیم. گزینه 1 رو نگاه کن، جرم و زمان اصلی هن و این گزینه غلطه. گزینه 2 چگالی، تندی و انرژی هر 3 تا بچه‌ها فرعی هن، پس جواب درست هم گزینه 2. گزینه 3 و 4 هم بررسی کنیم. گزینه 3 جریان الکتریکی کمیت اصلیه و گزینه 4 با اجازت هر 4 تا هر 3 تا کمیت اصلی هن. پس گزینه شماره چند درسته؟ شماره 2. بریم تست 5 هم با هم ببینیم. کدام کمیت ها هم فرعی هن هم نرده‌ای هن؟ بیایم سراغ گزینه 1. این نیروی برداریه، جرم اصلیه، گرمای جرم که اصلا شما هنوز نخوندین کاری باش نداریم. همون 2 تا اولی باعث میشن این گزینه غلط باشه. انرژی جنبشی بچه کمیت نرده‌ایه و فرعیه. شتاب هم بگیم، شتاب یک کمیت برداریه، پس این گزینه هم غلطه. این شاره مغناطیسی بچه ها مال فیزیک 11 فقط شما فعلا میدونی که فرعیه چون جزء اون اصلی ها نیست و بدون که کمیت نرده‌ایه. فعلا در این حد بدونی کافیه، انشالله تو 11 باشه آشنا میشی. فشار بچه های کمیت فرعی و نرده‌ایه. این جرمه چیه؟ اصلیه، پس گزینه 3 هم چیه؟ غلطه. و میایم سراغ گزینه 4 انرژی جنبشی کمیت فرعی و نرده‌ایه. این هم که گفتیم تو گزینه 2 هم راجبش حرف زدیم. فشار هم یک کمیت فرعی و نرده‌ایه. گزینه شماره 4. تست 6 هم با هم حل کنیم که دیگه این بحث تموم بشه، چون تستاش ساده است. 3 تا تست رو با هم حل میکنیم. یکای کمیت های دما و جرم در اس آی کدام است؟ بچه این سوال کنکوره، سوال ریاضی 1402. یکای کمیت ها رو ازت خواسته، یعنی اصلا هیچی، به راحتی این سوال رو میتونی بزنی. بچه برای همینه که تو کنکور میگن حتما باید یه بار همه سوالا رو برسی بخونی، که اینا رو باید یه بار راجبش با هم حرف میزنیم. یکای دما کلوینه و یکای جرم کیلوگرمه. امیدوارم از این بخشم راضی بوده باشی. خدا قوت. برین یه انرژی بگیرین، بیاین سراغ فیلم بعدی.